سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نوید بامدادی را میبینید. امروز چهارشنبه 31 ایول است و من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگوییم. هوا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی ابری است و حرارت دوام روز به 27 درجه میرسد. بارشات باران نیز دوام روز در نظر است. در شهر دوشنبه هوا خیلی گرم باقی میماند و پیش بینی می شود حرارت به 39 درجه برسد. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. نسبت رهبران شرکت امید 88 در تاجیکستان باز یک پرونده نو باز شده است. قطب‌الدین سفرزاده سردار سرایست پیشگیری کروپسیای آژانسی مبارزه با کروپسیا در نشست مطبوعاتی گفت بر علاوه پرونده اولی باز یک پرونده دیگر را این نهاد تکمیل کرده به دادگاه ارسال کرده است. پرونده دیگر جنایتی وابسته به 26 میلیون سامانی قرض شرکت امید 88 در نزد اگرو اینوست بانک از روی ماده 246 کودکس جنایی به دادگاه عالی ارسال شده حکم صادر شد. عین زمان نمایندگان امید 88 از بالای حکم شکایت نوشتند، گفت سفرزاده. این ماده کودکس جنایتی از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2018 صاحب ملک شرکت امید 88 رجب علی آدینایف را به 24 سال زندان محکوم کرده بود. ایدیبک ابراهیموف مدیر شرکت 22 سال گرفت. هر دو در تصرف 170 میلیون سامانی پولهای جمعیت سهامی نیروگاه راغون عیبدار شدند که از وزارت مالیه قرض گرفته شده بود. رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه از آن اظهار نگرانی کرده است که اکثر جهاز و صنفخانه‌های مکتب‌های نو ساخته شده خراب و کارناشایان گردیده است. رئیس شهر دوشنبه برای مورد تفتیش قرار دادن مؤسسه‌های تعلیمی که تازه به استفاده داده شدند کمیسیه مخصوص تشکیل نمود. علاوه بر این در مکتب‌های نو یک قسمی صنفخانه‌ها و لابراتوری‌ها به تعمیر نیاز دارند و میدان اطراف بیناها در حالت ناگوار قرار داشته است. قرار است کمیسیه که رئیس شهر تأسیس داد به آموزش چنین مکتب‌های پایتخت مشغول شود. گفته می شود که هر نیم سال اعضایان کمیسیه مذکور وضع مؤسسه‌های تعلیمی را تفتیش می کنند و به طور خطی به رئیس شهر حسابات می دهند. از روی نتیجه های سنجش نسبت به دیرکتوران مکتب‌ها تا از وظیفه سبکدوش کردن آنها تدبیرها اندیشیده می شود. خبرگزاری تاس از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد که در نیمه اول سال 2019 تاجیکستان 3.8 تن طلا استخراج نموده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 1.5 برابر بیشتر است. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های تاجیکستان روز 3 ایول در این باره معلومات داده گفته است که بخش بزرگی طلای تاجیکستان یعنی 72% آن از طرف شرکت‌های مشترک استخراج طلای تاجیکستان و چین استحصال شده است. وزارت افزوده است که طبق پیشبینی آنها سرمایه گذاری به ساحه استخراج طلا 52 میلیون دلار را تشکیل می کند. بر پایه برنامه حکومت تاجیکستان هر سال در کشور تولید طلا باید 10% بیشتر شود. آژانسی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان با دستور دستگاه اجرایی ریاست جمهوری در اگرو اینوست بانک تفتیش گذرانیده 10 میلیون سامانی ضرر آشکار کرده است. به گفته مسئولان آژانسی سنجش آنها در اگرو اینوست بانک 310 میلیون سامانی مبلغ تصرف شده را آشکار کرد. قطب‌الدین سفرزاده سردار ریاست تفتیشات آژانسی ضد فساد روز 3 ایول در نشست مطبوعاتی گفت 310 میلیون سامانی مبلغ‌های میباشند که از سالهای طولانی به بانک برگردانیده نشدند. به گفته جناب سفرزاده نسبت رهبران چندین شرکتی که قرض اگرو اینوست بانک را سر وقت بازپس ندادند پرونده جنایتی آغاز شده است. همچنان چند کارمند اگرو اینوست بانک نیز در کرسی عیبداری نشستند. مسئولین آژانسی ضد فساد میگویند تفتیش در این باره ادامه دارد و جزئیات بیشتر بعداً ارائه می شود. ضمناً آژانسی مبارزه با کروپسیا سال گذشته مرادعلی علی مردانوف رئیس اگرو اینوست بانک را بازپرسی کرده بود. اگرو اینوست بانک تقریباً 4 سال باز با بحران روبروست و نمیتواند بیش از 730 میلیون سامانی امانت ها را بازگرداند.
بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادر دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما فرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 66 81 است. یادآور می‌شویم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. شهردار پیشین تهران محمد علی نجفی با گناه کشتن همسر دومش به قتل محکوم شده است. خبرگزاری میزان روز 30 ایول از قبل سخنگوی وزارت عدلیه غلام حسین اسماعیلی نوشت دادگاه معلوم کرد که کشتار دیده و دانسته شده است. نجفی 67 ساله برای داشتن سلاح غیر قانونی به 2 سال در زندان محکوم شد. از حکمها به دادگاه عالی در دوام 20 روز شکایت کردن ممکن است. جسد همسر نجفی میترا استاد را روز 28 می در خانه‌اش در شمال و غرب تهران یافتند. مقامات گفتند که نجفی خود را به مقامات تسلیم کرده گفته است به دلیل مسئله‌های خانوادگی همسرش را قتل کرده است. زورآوری با یاراق در ایران خیلی کم به چشم می‌رسد. بسیار زنی از روی قانون‌های اسلامی در این کشور قانونی میباشد. نجفی سال گذشته پس از تنقید از جانب تندروها برای اشتراک در مراسمی که دختران جوان رقص می‌کردند از وظیفه شهردار تهران استعفا داد. کمیته تفتیشاتی روسیه 30 ایول گفت تفتیش جنایی ناآرامی‌های 27 ایول در شهر مسکو را آغاز کرده است. روز شنبه در راهپیمایی مخالفین که بدون اجازت راه اندازی شده بود، مناقشه با پلیس به عمل آمد که در نتیجه آن نزدیک به 1400 نفر بازداشت شدند. در اظهارات کمیته گفته می شود که فرضیه اساسی از جمله شرکت در ناآرامی دست جمعی می باشد که بر پایه آن فرد متهم امکان دارد تا 15 سال از آزادی محروم شود. اعتراض روز 27 ایول بعد از آن شروع شد که چندین هزار شهروند این کشور به نشان اعتراض از رد نامزدهای مخالفین در انتخابات مجلس مسکو در نزد اداره شهرداری جمع شدند. گروهی حامیان حقوق بشر و اکثر کشورهای غربی مقامات مسکو را به استفاده بیش از حد نیرو متهم کردند. روز 30 ایول میری مسکو سرگئی سابیانین برای اولین بار ناآرامی‌های 27 ایول را ارزیابی نموده از جمله گفت که اعتراضگران پلیس را به استفاده نیرو مجبور کردند و وضعیت قابل قبول است. یک سرباز افغان در ولایت جنوبی قندهار افغانستان 2 سرباز آمریکایی را کشته است. روز 30 ایول سخنگوی ارتش افغانستان گفت سرباز افغان در داخل پایگاه نظامی منطقه شاه ولی کات 2 سرباز آمریکایی را به قتل رساند. حادثه 29 ایول به وقوع پیوسته است. این سرباز افغان در تیرپرانی بعدی مجروح شده فعلا در بازداشت است. در افغانستان در طول سال روان کمش 11 سرباز آمریکایی کشته شدند. در این کشور 14000 سرباز آمریکایی در صف قشون 23000 نفری پیمان ناتو ایفایی وظیفه میکنند که هدفشان تمرین نیروهای امنیتی افغانستان و مبارزه با گروه جنگجوی طالبان و دیگر تنظیم‌های افراطگرا میباشد. در خبر دیگر از افغانستان آمده است که در دوام 6 ماه اول سال روان 1366 فرد ملکی به هلاکت رسیده 2446 نفر دیگر مجروح شدند. روز سه‌شنبه اداره سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر این خبر ابراز داشته است که در 6 ماه اول سال 2019 شماره تلفات در این کشور در مقایسه به همین دوره سال گذشته 27% کاهش یافته است. این زمان اداره سازمان ملل متحد گفته است که ادامه تلفات در میان مردم آسایشته نگران کننده و غیر قابل قبول است. در جنوب قزاقستان بعد از نشر یک نوار شکنجه محبوس در زندان معاون رئیس و 4 ناظر محبس بازداشت شدند. وزیر کارهای داخلی قزاقستان ایرلند تورغونبایف روز 30 ایول به خبرنگاران گفت که در رابطه با این حادثه 7 نفر دیگر از جمله 2 معاون ناظران در نزد شهر الماتا از وظیفه برکنار شدند. تورغونبایف تفصیلات نداد که عیبنامه ناظران بازداشت شده مطابق با کدام ماده قانونی جنایی است. روزهای اخیر در قزاقستان در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت نوار ویدیویی نشر شد که در آن لحظه‌های شکنجه محبوسان از طرف ناظران زندان به نظر می‌رسید. وضعیت مؤسسه‌های اصلاحاتی قزاقستان چندین سال اینجانب از سوی حامیان حقوق داخلی و بین‌المللی تنقید شده است.
دادگاه قرقیزستان بار دیگر حبس ابدی فعال حقوق بشر ازبک عظیمجان اسکروف را به تغییر گذاشت. روز 30 ایول دادگاه ولایت شمالی چوی حکم صادر نمود که حبس ابدی اسکروف نمیتواند تغییر یابد. اسکروف 68 ساله بعد ناآرامی های سال 2010 در جنوب قرقیزستان که حیات 450 نفر اکثرا ازبک تباران را از بین برده است محکوم شد. دادگاه حکم برآورد که اسکروف در تشکیل برخورد ازبک ها و قرقیز های جنوب قرقیزستان دست داشته، همچنان در کشتار یک افسر پلیس در رفت برخوردها نقش داشته است. خود اسکروف میگوید عیبنامه او جلوی سیاسی دارد. اسکروف در محاکمه 30 ایول در تالار دادگاه حضور نداشت و وکیلش والریان واحدوف از دادگاه طلب کرد که زیر حمایش را آزاد کند. بیننده ارجمند، در پایان این نشر خبری همچنان خبر داریم از عالم ورزش. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان در دور چهارم مسابقات قهرمانی اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی تیم نورسان ایران را با حساب 3-0 شکست داد. این سومین غلبه فوتبال بازان نورس تاجیک در مسابقات به شمار می رود. بازی دوره چهارم مسابقات قهرمانی اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان و ایران 30 ایول در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوری برگزار شد. 2 گل را کبیر سلیم شویف به ثمر رساند، یک گل دیگر را سنت الله عزیزوف زد. از این پیش فوتبال بازان نورس تاجیک بازی را با همسالانشان از ازبکستان با حساب 1-1 انجام داده دسته های قرقیزستان را با حساب 2-0 و ترکمنستان را با حساب 3-0 شکست داده بودند. در دو بازی دیگری دوره چهارم مسابقات تیم ازبکستان بر منتخب افغانستان با حساب 3-0 و منتخب ترکمنستان بر تیم قرقیزستان با حساب 1-0 پیروز شدند. با این ترتیب بعد نتیجه گیری 4 دوره مسابقات منتخب تاجیکستان با 10 امتیاز در جدول مقام اول را کسب نموده است. دسته های ازبکستان و افغانستان که 7 امتیازی گرفتند متناسباً در جایهای دوم و سوم قرار دارند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبر همچنان نگاه داشتیم به وضع ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی که بانک ملی امروز مقرر کرده است، $1 آمریکایی 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 51 درم و 1000 روبل روسی 149 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما می‌شوند. ما را همراهی کنید.